چرا تفریح برای ما حیاتیه؟ همه ما تو زندگی روزمرمون با استرس و خستگی و چالش‌های مختلف مواجه هستیم. ویلیام گلاسر روانشناس معروف معتقده که نیاز به تفریح یکی دیگه از اون 5 نیاز اصلی انسان. اما تفریح فقط به معنای خوشگذرونی و سرگرمی نیستش، بلکه یه ابزار قدرتمند برای بازسازی انرژیمون یا کاهش استرسمون و تقویت روحمون. تفریح میتونه یه پیاده روی ساده باشه تو طبیعت، یا ورزش کردن باشه، یا کتاب خوندن. بعضی اوقات هم یه دور همی دوستانه خیلی معمولی باشه. مهم اینه که از لحظه هامون لذت ببریم و به خودمون این فرصت رو بدیم که استراحت بیشتری بکنیم. پس یادمون باشه تفریح یه نیازه، نه یه تجمل، برای سلامت روان و زندگی شادتر. به خودمون و تفریحاتمون اهمیت بدیم.